اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. سروی خوشه‌ای چند شاخصه یا مکس که در برگیرنده موضوعات عمده و مهم در مورد صحت اطفال، مادران، صحت مادران در دوران بارداری، مرگ میر اطفال، حفظ الصحه محیطی و همچنان شامل موضوعات کار شاق اطفال است با همکاری تکنیکی و مالی اداره یونیسف در 34 ولایت فعلا جریان دارد. بر علاوه از اهمیت موضوع که ارقام و معلومات را به خاطر نیازمندی های ادارات ملی و بین المللی ما داری جمع آوری میکنیم، شاخص های مربوط به اهداف انکشاف پایدار که بیشتر مربوط به صحت میشه در این سروی جمع آوری، تجزیه و تحلیل گردیده و به نشر میرسد. بر علاوه بر موضوع و اهمیت ارقام در قسمت اقتصادی نیست، عملا 459 نفر در این سروی استخدام کردیم که از این جمله 153 نفر تن از خانم‌ها می باشد. چون سروی زیادتر روی موضوعات طفل، صحت طفل و مادر میچرخه، ما لازم دانستیم که تمام ارقام و معلومات از خانم‌ها خود جمع آوری میشه. سرویرای ما تمامش از طبقه اوناس بوده و در این قسمت 153 نفر خانم استخدام صورت گرفته. اوس د وطن د جوړونې وخت دی.